داستان همکاری فورد و سایپا با کمپانی‌های بزرگی مثل فورد و تویوتا و بنز همکاری نزدیک داشته و حتی ماشیناشون رو برای تست میفرستادن کمپانی سایپا. فورد پیکاپ یکی از معروفترین این ماشینا بود که نسخه‌های ساخته شدهش تو ایران به ژاپن هم صادر میشد و سایپا یه مدل وانت هم از این ماشین ساخته بود. فورد اسکارپ هم دهه 40 و 50 جزو پرطرفدارترین سدانای ایران بودن که تا قبل انقلاب توی کشور مونتاژ میشد. ماشین بعدی بنز S350 که جزو لوکس ترین ماشینای ایران بود و تو دهه 40 سقف پانورامیک و سیستم GPS داشت. آینه‌هاش تنظیم برقی داشتن و صندلی‌ها گرمکن و خنک کننده داشت. پژو 404 و 504 هم زمان خودشون خیلی ترکونده بودن. جالبه که یکی به پژو مدیریتی معروف بود، اون یکی به پژو آخوندی. تویوتا کرولا هم که ایران جز اولین کشورهایی بود که این ماشین توش مونتاژ میشد، ولی بعد به دلیل پیشرفت نبودن کمپانی سایپا تویوتا خط تولیدش از ایران گرفت. حالا تو بگو دوست داری کدوم کمپانی به ایران برگرده؟ بفرست برای صمیمی ترین رفیق ماشین بازت.